گرینلند، سفری به عصر یخبندان، جایی که شکار خرس قطبی و فوک حکم طلا رو داره. این جزیره فراموش نشدنی دارای مناظریه که کل حواس شما رو به خودش جذب میکنه. در این سرزمین مرموز میتونید در زیبایی‌های یخی و کوهستانی سفر کنید و از تماشای شفق‌های شگفت‌انگیز قطبی لذت ببرید. اینجا کشوریه که زنانشون میتونن به طور همزمان چند همسر داشته باشن. اینجا جهانی زیر لایه‌های برف و یخ‌هاش ثروتی بی‌نهایت پنهان شده. آماده یه سفر به دنیای یخ و برف هستید؟ پس خوش اومدید به جزیره زیبای گرینلند. گرینلند نام سردترین نقطه زمین در میان اقیانوس منجمد شمالیه که از برف و یخ پوشیده شده. اینجا هر انسانی از زندگی کردن خسته میشه. مساحت این جزیره حدود 2,166,000 کیلومتر مربعه و بخش بزرگیش از سرما و یخ قابل سکونت نیست. گرینلند جزو کشور دانمارک به حساب میاد و 56,000 نفر در اون ساکنن. 88% اون از ساکنین بومی از تبار اسکیموها هستند و بقیه مهاجران دانمارکی هستند. پایتخت این کشور شهر نووک نام داره. به جز چند نقطه که محل اقامت اهالی گرینلنده، سایر مناطق این جزیره یخزده و متروکه است. این سرزمین از نظر جغرافیایی در محیط قاره آمریکای شمالی قرار داره، اما از نظر سیاسی و فرهنگی با اروپا و کشورهای دانمارک و نروژ ارتباط بیشتری داره. نیاکان اصلی این جزیره اسکیموها بودن و در حدود 4500 سال پیش با پای پیاده از کانادا به این جزیره اومدن. قبلا این جزیره با کانادا راه ارتباطی داشت و هنوز به جزیره تبدیل نشده بود. گرینلند با وجود اینکه از اواسط هزاره سوم پیش از میلاد به صورت پراکنده سابقه سکونت داشته، ولی برای اروپاییان هنوز کشف نشده بود، تا اینکه گروهی از وایکینگ های نروژی در راه ایسلند راه خودشون رو گم میکنن و به منطقه های غیر مسکونی جنوب گرینلند رسیدن. نورس ها یا همون وایکینگ های نروژی در اونجا سکونت میکنن و پس از اون در قرن 13 اینویت ها و در قرن 15 هم بقیه بومیان در این جزیره به طور دائمی موندگار میشن. کمی پس از ترک گرینلند از سوی وایکینگ ها، پرتغالی ها و در سال 1499 به اکتشافات بخش کوچکی از گرینلند روی آوردن و مدعی مالکیت کل جزیره گرینلند شدند. در اوایل قرن 18 دانمارک پس از اختلاف با نروژ گرینلند رو مستعمره خودش کرد. تا سال 1979 کشور گرینلند بخشی از پادشاهی دانمارک به حساب می اومد، اما پس از این سال به وضعیت خودگردانی رسیده. گرینلند بزرگترین جزیره غیرقاره‌ای جهانه که در شمال اقیانوس اطلس قرار گرفته. بیشتر مساحت گرینلند در قطب شمال قرار داره و به همین دلیله که در بخش شمالی جزیره 5 ماه از سال خورشید بدون غروب در آسمان میتابه. گرینلند سرزمینی سرد و خشک و دارای آب و هوای قطبیه. 81% اون پوشیده از یخچال‌های طبیعی که ضخامت این یخ‌ها به 3 کیلومتر هم میرسه. پوشش گیاهی گرینلند شامل گیاهان، گل‌ها، خزه‌ها و درختچه‌های بیده که در تابستون‌های کوتاه این سرزمین رشد می‌کنند. خرس‌های قطبی، گوزن‌های شمالی و نهنگ‌ها مهمترین جانوران قطبی گرینلند هستند. در گرینلند جنسیت هیچ معنایی نداره و زن و مرد با هم یکسانند. پدیده‌های بی‌نظیر طبیعی به نام شفق قطبی در این کشور به طور رایگان در آسمان قابل مشاهده است. افرادی که به ماجراجویی و تماشای جاذبه‌های گردشگری علاقه دارند، برای تماشای این پدیده طبیعی تنها وسیله‌ای که مورد نیازشونه پوشیدن پوتین و لباس گرمه. به شفق‌های قطبی سپیده شمالی هم گفته میشه. با نمایان شدن شفق قطبی آسمان انگار به زمین اومده و تاریکی شب رو پر از افسون و جادو میکنه. برای تماشای شفق قطبی باید در ماه‌های مهر تا اواسط فروردین به این کشور سفر کنید. البته که در تمام سال این پدیده طبیعی قابل مشاهده است، اما با تموم شدن تابستون تماشای اون دیدنی تره. مردمان گرینلند بسیار شاد هستند و به خاطر جمعیت کمی که دارن همه همدیگر رو میشناسن. مهمترین چیز توی گرینلند تشکیل خانواده است و هیچ کسی تنهایی زندگی نمیکنه و به دلیل کم بودن جمعیت انتخاب همسر محدوده و وقتی کسی نتونه ازدواج کنه میره به اداره این منطقه و درخواست ازدواج میده. و جالبه بدونید توی این مناطق زنان به طور همزمان میتونن چند همسر داشته باشن و این برمیگرده به جمعیت کم و رسوم اسکیموها برای افزایش جمعیت.
و اگر همسر کسی فوت بشه مردم براش شرایط رو فراهم میکنن برای ازدواج مجددش. خیلی از مناطق این جزیره اینترنت و تلفن توش آنتن نمیده و به همین خاطر خدمات آموزشی خیلی ضعیفه. ولی در پایتخت اینترنت از طریق ماهواره مخابره میشه ولی سرعت پایین و هزینه بالا. مردم این مناطق بیشتر از سورتمه به وسیله سگ‌های قطبی برای حمل و نقل استفاده میکنن. اینجا مردم هر چیزی رو که بتونن شکار کنن و میخورن، از گوشت خرس گرفته تا فوک و گوزن‌های قطبی. شکار خرس برای مردمان گرینلند به اندازه طلا با ارزشه، تا جایی که سر خرس رو توی عروسی ها به همدیگه کادوش میدن. بیشترین ترس مردم گرینلند از آب شدن یخچال های طبیعیه. هیچ کسی توی گرینلند نمیتونه صاحب زمین بشه و همه زمین ها متعلق به دولته و دولت فقط مجوز سکونت به اونا میده. زندگی در گرینلند خیلی سخته و دمای هواش هم تا منفی 69 افت داشته. بدون وجود دانمارک زندگی برای گرینلند غیر ممکنه، چون بیشتر وسایل مورد نیاز در این جزیره از دانمارک تأمین میشه. گرینلند از همه لحاظ ویژه و خاص به حساب میاد. 8% آب شیرین کل کره زمین به صورت یخ زده روی گرینلند خوابیده. گرینلند دارای منابع عمده طبیعی از جمله مس، فلزات، طلا و حتی اورانیومه. آمریکا علاقه خاصی به خرید این جزیره از دولت دانمارک داره، ولی دولت دانمارک قبول نمیکنه. جالبه که بدونید با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تونستن دره عمیقی رو در اعماق یخ‌های گرینلند کشف کنن. این دره بسیار عمیق در اعماق یخ‌ها دست کم 750 کیلومتر طول داره و از مرکز جزیره گرینلند تا سواحل شمالی امتداد پیدا کرده. عمق این دره به 800 متر پایین‌تر از عمق اقیانوس میرسه. به نظر میرسه تا قبل از عصر یخبندان، یعنی حدود 3.5 میلیون سال پیش، رودخونه بزرگی از میان این عبور میکرده و آب از طریق اون از داخل جزیره به اقیانوس منتقل میشده و احتمال داره در اون دوران این سرزمین سبز و دارای پوشش گیاهی زیادی بوده و پس از عصر یخبندان این جزیره از یخ پوشیده شده. یخهای این منطقه کیلومترها ضخامت دارن و تمام مناظر رو در زیر خودشون پوشوندن. به همین دلیل تاکنون اطلاعات زیادی از صخره‌های گرینلند در دسترس نبوده، ولی با اسکنرهای راداری تونستن تا حد زیادی شکل این منطقه یخی رو آشکار کنن. زمینشناسان معتقدن که 13% نفت کره زمین در دره گرینلند یعنی زیر این یخها قرار گرفته و به همین دلیل این جزیره دارای قابل توجهی طلای سیاهه، ولی به دلیل محیط زیستی قابل استخراج نیست و نگرانی‌های جوی بسیار مهمتر از مزایای احتمالی تبدیل شدن گرینلند به یک تولید کننده نفته.